این ترافیک کشتی‌های عبوری اینجا در تنگه هرمز. در مرحله اصلی رزمایش کنترل هوشمند تنگه هرمز، نیروی دریایی سپاه که فرمانده این نیرو شخصا در حال نظارت بر روند اجرای آن در تنگه هرمز است. برای رعایت اصول ایمنی و کشتیرانی بخش‌هایی از تنگه هرمز امروز برای چند ساعت بسته می‌شود. ما به همراه سردار تنگسیری وارد ناو محافظ صیاد می‌شویم در میانه تنگه. معمولا وقتی که ما اعلام کلیر می‌کنیم منطقه رو، اینها دیگه پشت تنگه میمونن. مأموریت این ناوهای محافظ در تنگه هرمز انهدام اهداف هوایی متخاصم به شناورهای تندرو و سکوهای پرتاب موشک‌های کروز است. با موشک صیاد 3F که هدف خود را در فاصله 150 کیلومتری رهگیری و منهدم می‌کند. همزمان سامانه‌های موشک‌های کروز ضد ناوشکن روی اهداف در تنگه هرمز قفل راداری کردند. حالا هدف تعیین شده در تنگه هرمز همزمان از سراسر ایران، از دریا و ساحل و نقاط مرکزی مورد حمله موشک‌های با ارتقای سر جنگی این موشک‌ها شدت تخریب و آسیب به ناوشکن‌های دشمن بیشتر از قبل شده. همچنین با سامانه‌های هدایت جدید این موشک‌ها می‌توانند از هر سمت و جهتی به اهداف خود حمله کنند. سلاحایی که روز جنگ در واقع میاد توی میدان با اون چیزی که تو رزمایش‌ها هست تفاوت داره. مسیرهای اصلی تردد در تنگه هرمز تحت تسلط نیروی دریایی سپاه است و ایران برای حفظ امنیت دریانوردی آزاد در این منطقه هیچ خط قرمزی ندارد. اینجا تکاوران در حال توقیف نفتکش متخلف در تنگه هرمز هستند. تمرینی برای حفظ امنیت تردد دیگر کشتی‌ها در تنگه هرمز. فرماندهان نیروی دریایی سپاه ایران عملا با برگزاری این رزمایش در تنگه هرمز توان خود برای تشدید کنترل‌ها بر تردد کشتیرانی در این تنگه را آورد به نمایش.